مرغ سحر این ملت وقتی که خشمش برانگیخته میشه هیچ نیرویی نه، تاریخ نشون میده هیچ نیرویی نتونسته جلوش مقاومت کنه. 5 سال و 10 سال و 20 سال و 15 سال اینا هم چیزی در سن تاریخ نیست، لحظه است. نگران آینده نیستم، آینده که خب آینده دور و دراز نیستم، اما گذر سختی درش، بسیار سخت، خیلی. حکومت و مردم یکیشون بایستی منطق دیگری بپذیره، ولی در پایانش اون چیزی که مردم میخوان به دست میاره. دیکتاتور بمیرد، شجر هرگز نمیرد. دیکتاتور بمیرد، شجر هرگز نمیرد.